علیکم، چطور مطورین؟ آقا داستان از این قراره که چند وقت پیش یکی از دوستام برام یه عکس شومیز ارسال کرد، گفتش که اگر میشه اینو برای من آماده کن. منم گفتم چشم میشه. چرا؟ چون خیلی راحت بود. برای همین تصمیم گرفتم الگوشو اینجا برای شما بذارم، هر کس دوست داره برای خودش بدوزه. خب الگوش به این شکله و شما میتونید روی پارچه هم همه این کارهایی که من میگم رو انجام بدین. پارچه رو وسط تا میزنین روی دلای بسته، از این گوشه 1/6 دور گردن به اضافه 1 سانتیم میایید داخل. اینجا میشه بغل گردنتون. از بغل گردن اندازه سرشونه و قد آستین رو میزنین و میاین این شکلی میشه بالای کادرتون. از اینجا اندازه قد لباستون رو میزنید که از بغل گردن تا کمر و یه ذره بلندتر هم میتونین آمادش کنین و به این شکل کادرتون رو میکشین. برای یقه پشتش از اینجا 3 سانتی میایید پایین و یقه پشت رو میکشین و میتونین اول قسمت پشت رو برش بزنید، بعد همین پشت رو میندازید روی دلای دیگه پارچتون، بازی یقه رو علامت میزنید برای قسمت جلو و الگوی جلو رو برش میزنید. دوختش اینطوریه که از بغل گردن میدوزید تا اینجا، این میشه جای دستتون و از این پایین 1/4 دور کمر به اضافه 3-4 سانتی رو جا میذارین و اینم میدوزین. اینجا کش دوخته میشه که اینجوری قشنگ پفکیشه. حالا اگه میخواین آستینتون خیلی پفکی نباشه و کش زیاد نخوره، میتونید این کارو کنید. ماژیکمو بیارم. از بالای مچتون میتونین اندازه 5 تا 10 سانتی بیاید پایین، یه شیب بدین برای سرشونتون و اینو قیچی کنین. از قسمت پایین مچتون هم میتونین هر چقدر که دوست دارین برین بالا و هلال وصلش کنید تا این علامتی که برای کمرتون زدید. و به این شکل اینو قیچی میکنین میندازین دور و بعد الگوتون رو باز میکنین. این میشه جلوی لباستون. پشت لباستون هم که بریدین سرشونه ها رو میدوزین به هم دیگه. قسمت پایینش هم فقط این قسمت رو باید بدوزید. دور یقه هم که یا سجاف بدین یا نواردوزی کنین یا لبه دوزی کنین دیگه، هر جوری که خودتون بلدین. در این سادگی خیلی مدلش بامزه است. میتونین روش تیکه دوزی کنین، میتونین روش خرج کار بدین، ولی خب من چون وقت این کارا رو ندارم همین با یه پارچه میدوزم که فقط شما مدلش رو ببینید. بریم ببریم و بدوزیم.